سلام خانم دانشمند. سلام. من کارنامه وزارت علومم اومده ببینم کارنامه ولی اصلا چیز جالبی نیست و امیدی هم ندارم. 700 خورده ای. رشته ژنتیک من میخوام. بله. بعد چه دانشگاهی مد نظرتون هست؟ یعنی کجا میخواین؟ ترجیحم اینه که تهران قبول شم ولی فکر نمی‌کنم. کم داریم به این موعد نزدیک میشیم که کارنامه‌های وزارت علوم قرار هست بیاد و ممکنه شما هم مثل این دوستمون درباره این رو داشته باشین که آیا با این رتبه‌ای که آوردین میتونین تهران شهر دلخواهتون قبول بشین یا نه. یه موردی که توی انتخاب‌های وزارت علوم بچه‌ها خیلی باید دقت کنید هستش که میتونید رشته هایی که نزدیک به رشته خودتونه، مثلا شما رشته ژنتیک میخواید شرکت کنید، سلول و مولکول خیلی شبیه به رشته شما هست از خیلی از جوانه، اونها رو بیارین توی مجموعه انتخاب رشته‌تون. این چه اتفاقی میفته؟ ظرفیت پذیرش میره بالاتر. وقتی ظرفیت پذیرش بره بالاتر شانس قبولی شما بیشتر خواهد بود. ولی نکته مهم این هستش که شما به چه نحوی انتخاب رشته انجام بدید، پیش چه شخصی باید انتخاب رشته انجام بدیم و ترتیب رو چگونه رعایت کنیم. این موارد چیزهایی هستش که و من پارسال هم یه دانشجویی داشتم که اتفاقا رتبهش 800 خورده‌ای بود و همین الان داره دانشگاه شهید تهران درس میکنه و میتونم کارنامه رو بهتون نشون بدم که دلتون قرص بشه که شدنی هست با این رتبه ها.